اسیر ظاهر و رنگ و هوایی، گمان کردی که خوشبختی همین است، خوشی و لذت پوچه گناهان، تقاص و سختی اش زیر زمین است. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، سوال: آیا برای زنان مسلمان پوشیدن پایافزال پاشنه بلند، یعنی به اصطلاح پایافزالی که کبلوک‌های بلند دارد، اجازت است؟ چون که امروزها اکثر زنان مسلمان چنین پایافزال‌های پاشنه بلند را می پوشند و به توی معرکه‌ها و محفل‌ها می روند. جواب: پوشیدن پایافزال پاشنه بلند برای زنان مسلمان بنابر چند سبب ناجایز و حرام است و زن مسلمان باید از پوشیدن چنین پایافزال‌ها پرهیز نماید. پایافزال‌های پاشنه بلند یعنی کبلوکدار دو نوع است. نوع اول آن پایافزالی است که تنها عقبش باریکی بلند است. برای حرام و ناجایز بودن این نوع پایافزال برای زنان عالمان چند سبب بیان کرده اند. سبب اول این است که چنین پایافزال پاشنه بلند توجه مردان را جلب می کند، زیرا این نوع پایافزال راه گشتن زن را تغییر می دهد، سر زن را کمی پیش و سورین زن یعنی دنبه زن را کمی به عقب می برد که در نتیجه راه رفتن زن خیلی نازک و شهوت انگیز می شود و زن با ناز و کرشمه راه می رود و توجه مردان را به خود جلب می کند. و زنی که مردان را به سوی خود جلب می کند و مردان را در فتنه گرفتار کرده بیقرار می کند، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در شأن آنها در حدیثی که امام مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده است، در حدیث رقم 2128 وعید سختی بیان فرموده آنها را دوزخی گفته است و نیز فرموده است که چنین زنها داخل جنت نمی شوند و حتی بوی جنت هم در مشامشان نمی رسد. العیاذ بالله. سبب دوم این است که چنین پایافزال پاشنه بلند هنگام راه رفتن صدا می برارد و صدای آن از یک مسافه دور هم مردان را به طرف خود مائل می کند. پس این نوع پایافزال به خلخال ملحق می شود، یعنی حکم آن به مثل حکم خلخال است که خداوند در آیه 31 سوره نور در برای آن فرموده است: استعیذ بالله ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. یعنی زنان نباید هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین بکوبند تا آنچه از زینتشان را که پنهان کرده اند آشکار شود. در زمان جاهلیت زنها وقتی راه می رفتند در پایهایشان خلخال بود. خلخال این یک نوع زیورات است که زنها در پایهای خود می کردند و آنها هنگام راه رفتند پایکوبی کرده راه می رفتند تا صدای خلخال مردان را متوجه کند. پس الله متعال زنان مسلمان را از این کار منع فرمود، اما در این زمان به جای خلخال همین پایافزال‌های پاشنه بلند است که صدای آن مردان را به خود جلب می نماید. شما بینگرید که وقتی زن با چنین پایافزال پاشنه بلند از یک کوچه گذرد، صدای پایافزال او را از درون خانه شنیده می شود و هر مردی که در خانه آواز آن را می شنود اگرچه زن را ندیده است فوراً درک می کند و می فهمد که این صدای پای زنی است. ببینید چقدر جذاب و فتنه انگیز است. سبب سوم آن است که چنین طرز پایافزال پوشی تشبه است، یعنی خود را به قوم مانند کردن است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این بابت فرموده است: من تشبه بقوم فهو منهم، یعنی کسی به کدام قوم خود را مانند کند از جمله همان قوم است.
و شما خوب می‌دانید که چنین پایافزال‌های پاشنه بلند را زنان کافر و فاسق و بی‌حیا می‌پوشند. پس زن مسلمان نباید خود را به زنان کافر و فاسق و بی‌حیا مانند کند. سبب چهارم این است که پایافزال پاشنه بلند در سلامتی زن ضرر دارد و این را طبیبان هم اثبات کرده اند و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده اند لا ضرر ولا ضرار، یعنی نه به خود زیان برسانید و نه به دیگران. از جهت سبب یکم و دوم برای زن پوشیدن چنین پایافزال پاشنه بلند در نزد مردان بیگانه حرام می شود و از جهت سبب سوم و چهارم برای زن پوشیدن چنین پایافزال پاشنه بلند در نزد زنها هم حرام می شود. تا اینجا نوع یکم پایافزال پاشنه بلند و حکم آن را برای شما بیان کردیم. اما نوع دوم پایافزال است که پاشنه بلند دارد ولی به مثل نوع اول یک طرف بلند نیست، بلکه از ابتدا تا انتها، یعنی از نوک انگشتان پا تا پاشنه پا برابر بلند است. خلاصه گپ در آن کبلوک نیست، بلکه همین طور برابر بلند است. پوشیدن این نوع پایافزال درست است، اجازت است، مگر در دو حالت اجازت نیست. یکی آن که بلندی آن از چیزی ساخته شده باشد که هنگام راه رفتن صدا برآورد. در این حالت پوشیدن این نوع پایافزال حرام می شود. و دیگری آن که چنین پایافزال را به مقصد گناهی بپوشد، یعنی به مقصد خود را به چشم مردان بیگانه نمایان کردن و خود را نشان دادن برای آنها، یا اینکه قامت خود را به چشم خواستگارها بلند نشان دادن که این فریب است. در این حالت پوشیدن این نوع پایافزال حرام و ناجایز است. اما اگر از این دو حالت خالی باشد، اجازت است که چنین نوع پایافزال را زن بپوشد. سپر بر تیر شیطان لعین است، اجابت بهترین یار و قرین است. مشو یک لحظه غافل خواهر من، که چشم خائنان اندر کمین است. نگر در سوره